حضرت آدم هم علم دنیا داشتند. وقتی که در جنت گناهکاری کردند و از جنت رانده شدند، به زمین پرتافته شدند، الله تعالی برای ایشان علم زراعت را تعلیم داد. در قرآن کریم زیاده از 21 آیت آیید علم کشاورزی و زراعت هست. و حضرت آدم وقتی که به زمین فرآمدن، الله تعالی برایشان این علم را تعلیم داد. و علم زراعت، کشت و کار و دهقانی، این علم دنیوی هست و نه امروزها وزارت کشاورزی هست یا وزارت مخصوص. و اکثر دنیا کشورها منبع درآمدشان اکثریتش از زمین است. واقعا اکثر دنیا همین است، رزق از زمین است. خیلی که الله تعالی میگه که رزق شما در آسمان و در زمین هست. خلاصه حضرت آدم علیه السلام هم در آسمان علم دنیا داده شدن، هم در زمین. علاوه بر این پیغمبر بودن و علم دین هم داشتن و به فرزندان و نبیرگان خود هر دو علم را تعلیم میدادند.